برای بسیاری تهدید با خاک یکسان کردن غزه احتمالاً قدری عجیب باشد، زیرا عمده تصورات بر این است که غزه با خاک یکسان شده و دیگر چیزی برای از دست دادن و نابود شدن ندارد. اما این آن چیزی است که معمولاً از سوی رسانه‌های چپ حامی آرمان فلسطین و جمهوری اسلامی و حامیان محور موسوم به مقاومت گفته می شود. آنها می گویند در غزه قحطی است و مردم از گرسنگی می میرند. جمهوری اسلامی با وجود ادعای قحطی در غزه مراسم اربعین را با ریخت و پاش فراوان و سفره‌های گسترده برگزار کرد و هیچ کس نپرسید اگر غزه گرسنه است شما چطور می توانید این همه غذا بخورید. روز گذشته ویدیوی حیرت انگیزی در این باره منتشر شد که تبلیغات درباره ویرانی غزه و قحطی را در آن به شدت زیر سوال برد. افتتاح یک نوتلا بار در قلب غزه که نشان می‌دهد زندگی به شکلی عادی در بسیاری از مناطق غزه جریان دارد و دلیل عدم موفقیت اسرائیل در نابودی حماس هم همین است که آنها با اعلام قبلی مناطقی را که تصور می‌رود نیروهای حماس حضور دارند هدف قرار می‌دهند. و چون حماس در همه جا در میان مردم حضور دارد، طبیعتاً نابود کردن آن جز با ویران کردن کامل غزه ممکن نیست که آن هم امری است ناشدنی. ویدیوی افتتاح کافه نوتلا در غزه که توسط رسانه‌هایی مانند اسکای نیوز عربی و شبکه العربیه تایید و بازنشر شده نشان می‌دهد که در غزه زندگی جریان دارد و خبری از قحطی و گرسنگی نیست. برغم الألم والجراح اللي بنمر فيها بقطاع غزة اليوم من وسط قطاع غزة بنعلن لكم افتتاح كافي نوتيلا، طبعا الأفخم على مستوى قطاع غزة. العنوان السرايا مقابل شركة جوال. شاید این عجیب ترین ویدیویی باشد که از غزه مخابره شده، زیرا برخلاف تصاویر دیگر در این ویدیو مردم غزه در سلامت کامل با چهره‌هایی بشاش و خندان دیده می‌شوند که نه فقط گرسنه نیستند بلکه نوتلا به عنوان یک شکلات محبوب غربی هم در اختیارشان هست برای شیرین کردن کام لحظه‌هایشان. به این ترتیب مشخص می شود که هنوز در غزه مکانهای زیادی سالم هستند و تهدید اسرائیلی‌ها به یکسان کردن آن با خاک تهدیدی واقعی است، کاری که آنها مقدمه آن را کلید زدند. در آخرین ساعات شب گذشته نتانیاهو خشمگین از حمله تروریستی اورشلیم به ساکنان شهر غزه هشدار داد این شهر را ترک کنند. نتانیاهو در بیانیه ویدیویی از اتاق عملیات نیروی هوایی اسرائیل در مقر وزارت دفاع در تل‌آویو گفت به ساکنان غزه میگویم از این فرصت استفاده کنید و با دقت به من گوش دهید. به شما هشدار داده شده. اکنون منطقه را ترک کنید. او افزود که نیروهای اسرائیلی در حال سازماندهی و استقرار در شهر غزه برای یک عملیات زمینی هستند. آنچه باعث می شود بسیاری این اوج گرفتن تنش‌ها را مقدمه یک جنگ فرامنطقه‌ای بدانند، اخبار دیگری است در چند حوزه دیگر در منطقه، مانند اخبار خلع سلاح حزب الله که دولت ترامپ به لبنان هشدار داده یا زودتر حزب الله را خلع سلاح کنید یا با خطر از دست دادن حمایت مالی واشنگتن و کشورهای عرب خلیج فارس و آغاز دوباره حمله اسرائیل روبرو شوید. حزب الله و حامیانش هم به شدت در برابر خلع سلاح شدن مقاومت می کنند و هیچ بعید نیست بار دیگر جنگ در لبنان شعله‌ور شود.